سلام بچه ها، اومدیم که یه ویدیو جدید بگیریم. من سیلویا بامیا هستم. اومدیم که آموزش فارم آهن در نسخه بدراک رو بهتون آموزش بدیم. اول از همه وسیله های لازم: بلاک، هر بلاکی که دوست داشتین، تخت 20 تا، ویلیجر 20 تا، یه سطل آب، 3 تا تابلو، یه سطل لاوا، 2 تا چشت، یه دونه هوپر، شیشه یه دونه، برگم به مقدار لازم. اول از همه شما اونجایی که میخواید فارمتون رو درست کنید باید حداقل 150 بلاک از یه ویلیج فاصله داشته باشه. اول از همه شما میاد یه جای 5x5 میخواید. 1 2 3 4 5. اینجوری هم 1 2 3 4 و 5. 1 2 3 4. به وقتی صدا میاد بچه ها، من میرم. بعد اینکه این کارو کردید 8 بلاک نمیکنن. 1 2 3 4 5 6 7 8. بچه ها به مشکل خوردیم. سب کنیم بگرم. الان درست شد. ما اینجا رو 8 حالا ما میریم اینجا رو کلش رو 8 بلاک میکنیم و دوباره برمیگردیم. سلام بچه ها، ما اینجا کندیم 5x5 با اون 8 بلاک اومدیم. حالا شما میاد اینجا اینجوری بلاک میسارین. اگه 5x5تون اشتباه باشه این وسط یه دونه بلاک کاری نمیاد. بعد روی هر ردیف باید 5 تا بلاک تخت میزد. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. بعد میاد این زیر میشینید، اینا رو میکنید، این بلاک ها رو. بچه ها بعد اینکه اینا کندیم شیرشون تخت میزنیم. بعد اینکه این کار کردین باید تختاتون رو بشمارید. اگر 20 تا نشد یعنی اینکه اشتباهه. باید هر ردیف 10 تا باشه با کلا 20 تا تخت. خب بعد اینکه این کارو کردید میاد این وسط 3 تا بلاک میذارین اینجوری. بعد روی تخت هم اینجوری بلاک میذارین. یه دونه شغل ویلیجر هم داریم. شغلا کشن اینا. بعد اینکه برداشتید میاد من یه حرف بهتون میگم. تو وسیله های اولی تولز هم باید برمیداشتیم. بعد میاد اینجوری دو طرف 6 تا، دو طرف 4 تا اینجوری طبق ترتیبی که من دارم میذاریم.
ببخشید این پشت کار هستم شما. اینجا همونجوری میکنین. بعد اینکه این گذاشتن اینجا در این مرحله ما به 20 تا ویلیجر نوشتن. حالا ما 20 تا ویلیجر میتونیم 1 2 3 4 البته نباید از این سبز باشه 4 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 حالا روی اینا یه ردیف بلاک میاد. ببخشید من یه زمین مریض شدم. تو این فرمتون این فرم آهن گربه میشونده. بفرمایید همین اول اسپیلت ما اینجا یه دونه به به آلنگارم اصل کاریم اسفان شد. ما این رو باید بکشیم تا بتونیم کارمون رو انجام بدیم. گربه میکشیم از این بغل اینجوری میکنید. بعد اینو تا بالا میکنید. اینجا این دو بلاک رو میکنید. 2 تا چشت میذارید. حالا 6 رو برمیدارید. اینجا 2 تا شیشه میذارید. بعد اینجا رو میکنید. یه دونه بلاک اینجا میذارید. ببخشید اینجا یه دونه کوپر میذارید. حالا تابلوهاتون رو برمیدارید. یه دونه اینجا میذارید. یه دونه اینجا یه دونه هم اینجا. و اینجا هم یه ست لاوا میذارید. و اینجا هم پله میکنید. و همونجور که میبینید فرم ما آماده شد. حالا بذارید ما برقم برمیداریم. اینجوری دور تا دورش رو میذاریم. این فرم توی یه ساعت بهتون حداقل 100 تا آهن میده. فقط ببخشید یه لحظه من یه چیزی یادم افتاد. این پایین یه دونه اینجوری تورچ برداریم و یه دونه تورچ بذاریم تا زامبی اسپان نشه. بعد اینم که این کارو کردیم اینجا همون آبتون رو میذاریم. تورچ هم بردارید دوباره تا اینجا هم بذاریم. و زامبی تو فرمتون اسپان نشه. همینجور که میبینید فرمون آمادهش به همین الان بهمون 5 خواهند داد. بر وقت خدا حافظ تا ویدیو بعدی. خدا حافظ.